درود دوستان، رامتین هستم و به کانال من بسیار خوش اومدین. امروز اندکی درباره فلسفه نیچه، چرا باید خودمون رو از نو بسازیم و چجوری میتونیم از فلسفه نیچه در زندگی روزمره استفاده بکنیم با هم بحث میکنیم، کند و کاو میکنیم. هممون یک روزی این سوال رو از خودمون پرسیدیم که چرا واقعا زندگی میکنیم؟ نه برای کار، نه برای پول، نه حتی برای خوشبختی. یه جایی عمیق‌تر یه چیزی گم شده، یک خلأ، یک بی‌معنایی که هیچ کدوم از چیزهای اطرافمون نمیتونن پرش کنن. اونجاست که اسم یک مرد سر بر میاره، نیچه، فیلسوفی که زندگیش مثل فکرهاش دردناک بود ولی بیدار کننده. اگه بخوایم فلسفه نیچه رو خیلی ساده بیان کنیم، شاید بتونیم اونو تو 6 تا بخش خلاصه وار بگیم. در بخش اول خدا مرده است. نیچه می نویسه خدا مرده است و ما او رو کشتیم. نه اینکه خدا واقعا مرده باشه، بلکه یعنی دیگه بهش باور نداریم. عصر علم، عصر ماشین، عصر تکنولوژی، ما همه چیز رو فهمیدیم جز خودمون. دیگه به آسمون نگاه نمی کنیم، ولی هنوز با ارزش‌های دینی زندگی می کنیم بدون اینکه بهشون ایمان داشته باشیم. و نتیجه یک زندگی بیریشه، یک انسان گمگشته و یک خلأ بزرگ در درونمون. بخش دوم، پوچی اما نه تسلیم. وقتی همه چیز بی معنا بشه، دو راه بیشتر نداریم، یا نابود بشیم یا خودمون معنای زندگی رو بسازیم. نیچه نمیگه همه چیز بده پس ولش کن، اون در عوض میگه اگه معنا نیست بسازش، اگه خدا نیست خودت شو. در بخش سوم به انسان برتر اشاره میکنه، نه یه قهرمان، نه یه آدم پولدار یا مشهور، بلکه کسی که از درون متحول شده، کسی که دنبال تایید دیگران نیست. انسان برتر از دید نیچه یعنی تویی که تصمیم میگیری کی باشی، نه اینکه بذاری جامعه، خانواده، سنت برات تصمیم بگیره. بخش چهارم، اراده معطوف به قدرت. نیچه میگه ما با اراده به خوشبختی پیش نمیریم، ما با اراده به قدرت زنده ایم. یعنی چی؟ اما این قدرت معنی چی میده؟ یعنی غلبه کردن بر ضعف هامون، یعنی جلو رفتن حتی وقتی همه چیز تاریکه، یعنی ساختن خودمون، نه شکایت کردن از دنیا. قدرت یعنی وقتی زمین خوردی بخندی، خاک رو پاک کنی و بگی هنوز تمام نشده پس ادامه میدم. بخش پنجم، تکرار ابدی. تصور کن همین زندگی با همین دردها، شادیها، حسرتها بارها و بارها و بارها تکرار بشه، تا ابد تکرار بشه. آیا حاضری دوباره زندگی کنی یا نه؟ نیچه میگه طوری زندگی کن که اگر دوباره هم اتفاق افتاد پشیمون نشی. این یعنی داشتن انتخاب آگاهانه، یعنی زندگی با تمام وجود. بخش آخر، بخش ششم، اخلاق برده‌وار. نیچه با اخلاقی که از ضعف میاد مخالفه. اون اخلاقی که میگه خوبی یعنی مظلوم بودن، فروتنی، فداکاری بی منطق. نه، در عوض نیچه میگه انسان قوی خودش ارزش میسازه، خودش تصمیم میگیره چی خوبه و چی نه فقط کورکورانه بخواد تقلید بکنه. در نهایت نتیجه گیری این 6 بخش، نیچه نمیخواست که ما فکر کنیم، میخواست ما بیدار شیم، میخواست بیدار از این زندگی نصف نیمه، بیدار از این پوچی، از این تقلید کورکورانه. زندگی برای جنگیدن نیست، زندگی برای ساختنه، برای تبدیل شدن به خود واقعیمون. قطعاً کار سختیه، قطعاً در مسیری قدم ور می‌داریم که پر از تاریکیه، ولی همون جاست که نور رو پیدا می‌کنیم. نه بیرون نه بالا، دقیقاً در درون خودت.